چون در درآمدگاه شهرک فیض‌آباد آن دختران غزالچشم فیض‌آباد که هر یکی شما را خوش آمدید میگویند و در دست نان و نمک دارند، آنجا با شاه بیت های شیرین عجمیان بزرگ تجسم گشته است که بخوانی عاشقی درویش، اگر مهمان رسد جانان، کباب از دل نمک از دیده شیرینی ز جان باشد. این تالار، این محفل، این چهره ها، این سیمه های مبارک دیر باز انتظار چنین روزهای مقدس و مبارک بودن. راستی گپ نمیدونم چه کلمه نداری صدق و وفای خود را برای شما بیان کنم. در دایره آمادگی ها به جشن وحدت ملی ما چاره‌بینای زیاد در نظر داریم و امروز در عرفه عید وحدت ملی برگزار گشتن چنین محفل شعر و شاعری یک خاصیت، یک فالینه دارد. بار دیگر افتخارانه استاد عزیز شما را خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. نور دیده تاج سر. اگر چنده که سالهای طولانی شما در غربت بودید، 20 ساله ها این یک عمر انسان است، با دهان آسان است این را افاده کردن، لیکن 20 سال رو هر یک دقیقه، هر یک ساعت، هر یک روزی وی رو از نزدیک تجسم کردن بی نهایت دشوار و مرکب است. لیکن در همه حالت ها شما با وطن بودید، با همین خلق بودید. افتخار ملی، درد ملی، حس ملی، هویت بلند ملی و وطن دوستی شما یگان درجه، یگان لحظه کاهش نیافت. بی وطن نیست کسی که کند یاد وطن. بی وطن نیست کسی که کند یاد وطن. در وطن بوده بی یاد وطن بی وطن است. استاد آرتیق قادر اینجا شعر زبان مادری رو بیشتر تجسم کردن و راستی گپ همه روزه این شعر ایدئال ملت تاجیک است. در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زباندار است وطندار است و تا زباندار است بسیار است. آفرین استاد عزیز. مقام و منزلت شما از این بلند باد. و راستی گپ میگویند که دسترخوان از کباب خالی باشد بگذار باشد. اگر از قالین از جواهرات خالی باشد بگذار باشد. اگر از شراب خالی باشد بگذار باشد. اگر از دل، از مهر، از وفا خالی باشد بگذار نباشد، بگذار نباشد. این دسترخوان معنوی که شما استاد قدردان، استاد بزرگوار امروز برای ما مخلصان و مردم شریف فیض‌آباد آراستید پر از غذاهای معنوی بود. اینجا مردم یک جهان تأثیرات نیک برداشتند و این چهره های بلند فرهنگی شما را پیروی کردن. بار دیگر صداقت انسانی نسبت شما، نسبت این ملت، نسبت این دیار را افاده کردند. من میخواهم اینجا بسیار پرگویی کردنی نیستم. اینجا استاد عزیز جمالدین چخلف و برادران حضور دارند. ما درباره کودکی شما اینجا شعر خوندید و کودکی طلایی خود بسیار یاد آوردید. امروز ما خواستیم همین کودکی طلایی شما رو به شما برگردونیم و مردمی که شما گفتید که قشلاقه که دوری بابایی من، یادی خس و خار تو دلاسایی من. در کنده هر درختی تو نهان است یک کوزچه کودکی طلایی من. استاد عزیز بیایید و قبول کنید. بفرمایید. همین کوزچه‌ای که استاد گم کردید درست. شما فیض‌آباد را از فیض‌آباد تا ایلاک معرفی کردید. افتخار فیض‌آباد عزیز، این شهر باستانی را، این دیار باستانی را با نام وشکید بزرگ که تاریخ زیاد است 3200 ساله دارد معرفی کردید و حق دارید به این خرسندی ها، به این تحفه ها و همچنین یک برگی سبز از نام همین اهل تالار و مردم فیض‌آباد. اکا پوشونه استاد سایقل، من شما را به صحنه میکنم. بیا میانی استاد بندید. شما استاد سایقل نه دستی استاد گیرید. بیاید استاد دستی استاد بگیرید.
اکای کامدین چیکار کردی؟ مرحمت استاد. مرحمت. کنی مرحمت. اپای نازک حاجی بیبی بیا همین تاقی را بسری استاد مانید. یک شه بچه فیض آبادی آموده سازیم. کنی استاد یک شه بچه فیض آبادی استاد. عروس دعوت کنیم مرحمت. اپای گلچهره التماس بیاید اپای گلچهره بیاید مرحمت. از طرف دستی راستی استاد. فرماش کنی یک میخیزیم از جا به خاطر به افتخار استاد. با افتخار اپای گلچهره. گور که گفتید می شیرین شود. تشکر زیاد. تشکر زیاد. شاعر و شعر چو شعر و شاعری بازار نیست. شاعر و شعر اگر باشد چو او بسیار نیست. خوش آمده دوستان عزیز.